عزیزترین افراد زندگیت کیا هستن؟ همونایی که زیر و بم تمام اخلاقاشون رو، زیر و بم تمام چیزاشون رو میدونی که کجا استعداد دارن، میدونی که کجا خلاق هستن، کجا توانایی دارن، همشون رو میدونی. ولی آیا توانایی ها و استعدادهای خودتو، اون خوبی های خودتو، اون ارزشمندی های خودتو در طول روز، نه ماهی یک بار هم که شده، بیا یه لیست ازشون بنویسی و قدردان خودت باشی؟ اصلا قدردانم نباش، فقط یادآور بشه برای تو که چه توانایی هایی داری، چه ارزشمندی هایی داری و چقدر باید به اینها بها بدی. تو این توانایی ها رو داری که باهاشون به مردم خدمت رسانی کنی. پس یادت باشه که تو چقدر آدم ارزشمندی هستی.